به نام خداوند بخشنده و بی‌نهایت مهربان. دوستا سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدین در امروز نه برنامه از مو جویا. در این برنامه ما روی یک موضوع بسیار مهم میخواهی قد شما نازنینا صحبت کنی که اکثریت شما چندین دفعه تقریبا دیگه بله 10 ماه میشه نه که سوال را شما از مو پرساندین. البته سوال قبل از عروسی بود تا هنوز را دیگه امروز تصمیم گرفته که در سوال شما روی از این موضوع بسیار مهم هم در سوال جواب بدی و هم روی از این موضوع صحبت کنی. عزیزای دل سلام، امیدواریم هر کجایی که هستین خوب باشین، خوشحال باشین. دیگه خوش آمدین در یک از ولاگ‌های جدید از مو ناز. دیگه امیدواریم که روزایشون بسیار به خوبی و خوشی سپریش نه. دیگه امروز آرمین خانجان ناز تصمیم گرفته که یک ولاگ جدید باشه شما هم ثبت کنی و با سوالایی که دوستا خیلی زیاد نه گرچند ما خیلی زیاد ترخ زدم، خب مقصد اکثر عزیزا خیلی زیاد پرسان منه نه، خصوصا بعد از ولاگی که آرمین خانجان آبایی گرفتی نه. آره دیگه اولین ویدیو از ما وقت خسر مادرم امرای خسرم و ریزه بچه خسرم اینا پاکستان آمد به خاطر عروسی از ما وستونه با سوال دیگه اونم زنجی شروع شد و امروز که فریده جان دختر خسرم بلده خلق دنه چینل جور کده و ولاگای بسیار قشنگ در چینل خجار منه. اولا که در شروع ویدیو از تمام شما نازنینا خواهش کنم که به خاطر از مو و جویام که شده اونایی که البته موره به خاطر خودون سابسکرایب بده ویدیوهای مرسل نه به خاطر از مو هم که شده حتما برای چینل فریده جان را مو در کامنت اول نمزی ویدیو پین منی داخل چینل چو بره و چینل فریده جان را سابسکرایب کنه، ویدیوهایش را سیل کنه، قد دوستای خم شریک کنه نه. یک خواهشه از طرف از مو و جویا، چون فریده جان فعلا در افغانستان زندگی منه و وضعیت افغانستان را کل از مو شما خبری نه. وقتی یک دختر خانم در اوت یک شرایط سخت میخواه مستقل باشه، میخواه امرای خانواده خود از لحاظ اقتصادی کمک کنه، تلاش منه، زحمت میکشه. خب مو شما سر از مو شما حق داره که ازش حمایت کنی نه دیگه. حمایت در صورت میشه که بریم ویدیوهایش را سیل کنی، چینلش را سابسکرایب کنی. باز پیش از تمام از شما نازنینا بابت حمایت های بی پایان شیم و بی دریغ شیم تشکر منم. دوستای عزیز، اول خوب بسیار زیاد تشکر از اینکه همیشه همه حمایت های خوب و تشویق‌هایشون همیشه خنجز مو ناز بوده و هست. تمام عزیزایی که همیشه ما حمایت منه جهان سپاس. عزیزا در قسمت فریده دیگه، فریده خوار ریزه میه دیگه، خیلی دختر پرتلاشه، خیلی واقعا خیلی زیاد تلاش داده و سینی کم. ما وقت سرکه پس آمدم در هرات یک هفته که ماند، یک 3-4 روز متوجه شدم که هر صبح ریم شده مرافق بیرون. باز یک روز پرساندم کجا میری تو؟ گفته ما مرم در مکتب درس میدیم. از خیلی بخشم جالب بود، ولی خیلی زیاد خوشحالم شدم که به عنوان استاد در مکتب درس میده در اون سین کمی که داره. باز قنجه شوخی کردم گفتم تو نیاز داره که درس بخوانی نه یک درس بدی دیگه. خیلی دختر پرتلاشه، خیلی دختر همیشه کوشش میکنه. باز فریده خوار رزه میه و وقتی مود سین فریده بودی خب ما پدریم نبوده دیگه، اندمو سین کمی که داشتی هم کار میکردی هم درس بخوانده. این دوستایی که به اسلام رو میشناسه کلگی خبر، یعنی مو شاید از سین 17 سالگی 18 سالگی کار مثلا شروع دی، هم کار میکردی هم درس رو ادامه میدادی. باز حالی که فریده خوار مثلا کار شروع ده، ما به عنوان برار کلانجی سر از ما حق داره که ما تا جایی که بیتنم حمایت کنم، تا جایی که بیتنم تا اجوری بدیم از هر لحاظ دیگه. همیشه کوشش منم پشتبانی خیلی خوب همون حق برار که سر از ما داره ما بیتنم به خوبی بخشش انجام بدیم دیگه. موضوع دومیه که ما وقتی امو ویدیوی خنجه مادر خزینا گرفتم، باز اول از اون ما به اصلاح نمیفهم دل دردش چی رقم شده نه. وقتی ما گفتم ویدیوها رو ثبت کنی خاطره مونه، کاش ما مثلا از پدر خیلی ویدیو می‌داشتم که حال که مثلا دلتنگش می‌شدم یا حدیف می‌شدم بخشش سیل کنم نه. آره گفتم این ویدیوها رو که ثبت کنی رقم خاطره مونه، واقعا هم رقم تمام ویدیوهایی که مثلا ثبت کنی حال شاید
اوقدر مثلا فهمیدنش نه ارزش نداشته ولی شد. یک 10 سال بعد یا مثلا یک 20 سال بعد وقتی ویدیوهای قصه اینه مطمئنا خاطره همیشه بخش آدم نه. آره وقتی ویدیو خنجر مادر ما ثبت کردم دیگه در اول از اون ما گفتم که مثلا پدرم فوت کرده دیگه مو خیلی ریزه بوده شاید تازه پیدا شده یادش کم مادر خود دقیق ما پرسان نتم از خانه دیگه ولی خب ما پدرم مثلا یادم نمود دیگه باز وقتی خوارم از نه فریده سیماگل دلارا وقتی پالوی مادرم بود ما گفتم اینا خوارم میشه باز خیلی آقاش سوال خواهد که چی رقم وقت پدر از تو فوت کرده باز اینا تو چطور خوارم میگه از وقتی پدر از ما فوت منه باز مادرم همراه کاکایم عروسی که به خاطر که خموم رضا بوده نه آره همین یک موضوع سالای گاه مثلا بوده حالا شاید ما فکر کنیم شاید باشه دیگه ما خبر نیم دیگه چون مو رضا بوده مادر مو اعلان نکرده دقیقاً به خاطر این موضوع ما همون جداوا شدیم که مادرم دوستای نزدیک مو به اسلام میشناسه یعنی مادر از ما بخش از ما هم پدری بودم هم پدر بودم مادر بودم و از طریق از این ویدیو اگر بدون شک مادرم از ما ویدیو را سیل میدم دیگه ما خیلی خیلی زیاد تشکری منم از آبی خون دیگه و همیشه بابت زحمت هایشه ما سپاسگزارش هسته و انشالله اگر زندگی بود بیتنی اما خوبی ها و نیکی هایی که مثلا مادرم در حق از ما بوده بیتنی ادا کنیم و تمام تلاش خرمانی بدون شک که بیتنیم زحمت هایش را جبران کنیم و خدا همو فرصت را بخش از ما بیده که ما این کار بیتنی نه دیگه باز مادرم همراه کاکایم کروسی که با زال فریده سیماگل لارا و یک کی علی سینا اینا هست که 3 خوار رزه دارم یکم لاده رزه دیگه خدا عمر بده دیگه کلانش نه خوشی هایش رو بینگرمی دیگه اونا بدون شک بخش از ما نه مشره نگیم بخش از ما خواره دیگه خوار نگیم نشتو تو اینال جویا میگه که خدا کنه روزی برسه که زحمت های مادر خود را جبران کنم نه ما فکر کنم که اولاد هر چقدر زحمت که بکشه بخشه پدر مادر خود هر چقدر فداکاری که انجام بده یک گوشه از زحمت پدر مادر را جبران نمیکنه چون زحمت را که پدر مادر بخشه اولاد میکشه خون دل را که پدر و مادر بخشه اولاد مخره اولاد هیچ وقتا او را نمیتونه جبران کنه مگر ما فکر کنم فداکاری که مادر جویا بلده اولادای که زحمتای را که مادر جویا مخصوصا بخش 3 بچه کشیده هیچ مادری شاید او قدر فداکاری را یا قبول نتنه یا انجام داده نتنه شاید اینا یک کمکی سخت بخش آدم که آدم در زبان بیره که مو چقدر شرمنده پدر مادر هستی نه که نمیتونی خدمت از اونها کنی نمیتونی حتی با پاس زحمت هایی که بخشی از ما کشیده یک گوشه از زحمت هایش را جبران کنی چون در یک شرایط صحیح قرار نداریم مو در شرایط هستی که مو حتی بخشی خود کمک نمیتونی چی برسه بخاطر برای خانواده کمک کنیم نه دیگه مو نمیخواست روی از این موضوع صحبت کنی دوستا خب زندگی اون مرقم که آدم به دنیا میه اون مرقم یک روز هر کدام از ما شما از این دنیا موری ولی وقتی که یا خانم با آن که طفلای کوچک داره با آن که طفل در شکم خود داره شوهرش فوت مونه این یک اتفاق بسیار خطرناک و یک اتفاق بسیار کلان در زندگی از خانم مخصوصا اولادایی که از پدر در جای ممنه نه حتما یک نفر باید باشه که سرپرستی اولادش را در عهده بگیره حتما یک نفر باید باشه که پشت و پناه از خانم باشه و ما فکر کنم که این پناهگاه خیلی قشنگ میشه که از بین خانه آدم باشه نه خب وقتی که یک شخص زندگیش تمام میشه بقیه آدمایی که در جایش ممنه نه مثلا خانومش اولادایش اونا که نمیتونه زندگی خره پایان ببخشه نه اونا که نمیتونه خودون خره دور از جان بکشه از پشت از نفر بره خب مجبوره که زندگی را ادامه بده و ما فکر کنیم که بهترین راه و درستترین راه را مادر جویا انتخاب کرده و امروز یک نمونهش تا بخش از ما یک مثال شده که یعنی یک خانم
قصیدن اولاد خو او قدر مشکلات ها را پشت سر گذاشتنده که امروز اولادای بسیار خوب در جامعه تقدیم کردن. و از همه مهمتری که اولادای بلده جامعه تقدیم کرده که مضر نبوده و بلکه همیشه مفید بوده. اگر فایدهش در کس نرسیده، کوچکترین ضررش هم در کس نرسیده و این حاصل زحمت ها و فداکاری همچون مادری است. ما حقیقتا نمیخواستیم روی از این موضوع صحبت کنیم، حتی کامنت های شما نازنین ها هم که سوال دادین ما جواب ندادیم، به خاطر که خب یک چیز کاملا واضحه، نه درسته ما در زبان واضح و مشخص نگفتدی، ولی اونمو قدرم که برای شما نازنین نگفتدی موضوع کاملا واضح بود. و امروز که فریده جان چینل یوتیوب جور کده، ما رفتم زیر ویدیوهای از او سر کردم که این کامنت هایی که زیر ویدیوهای از ما میاد، زیر ویدیوهای فریده جانم یک کامنت ها نوشته شد که تو امرای جویا چرا رقم خوار براری، این رو بخشی از ما مشخص کنه. باز ما فکر کردم که اگر ما جواب ندی هر روز این کامنت ها زیر ویدیوهای فریده جان تکرار شونه، بخوای نخوای روی حالت روحیشی تاثیر منفی میله. و ما شما از خواهش کنم که دیگه او رقم کامنت ها رو زیر ویدیوی فریده نیدین. زیر ویدیوهای از ما هر سوالی که داشتین شما میتونین که واضح و مشخص پرسان کنین، مگر فریده جان هنوز در او رقم 1 سال نرسیده که بخوای رقم کامنت ها رو بخش شما جواب بده، چون هنوز کوچیکم و بخواین نخواین روی حالت روحیش یک تاثیر منفی میله. دیگه امیدوارم که این ویدیو امروز تانسته شه که در سوال شما یک جواب خیلی قانع کننده بده. دیگه عزیزا پدرم مو خیلی لذت و حالا امروز کابیم از نقصه دیگه وقتی که مو خانه را در وطن جرم به در وطن رواج دیگه سنگای کچکتر قلمونه نه میدان و چیم نه باز وقتی که خانه جرم بده باز سنگ افتیده پلش کم شد باز فرق کرده. ولی اما هر وقت که مثلا دمو خانه که اسلام و افتیده دیگه کده این چیزا پیش همیشه در ذهن میماد خیلی آزاردهنده، یعنی دردی به پدرش شد. واقعا موزلزگی تجربه ده خیلی بدبختیار کشته با خاطر امزی که پدرم نبوده. و همین جاد را که از اردو کاکای خو از آجیخ از بابیخ هم یاد کنم که اینا در قسمت از یکی مور مثلا کلان کدن زامتایی که مثلا اونا کشته باشه از ما واقعا امو توان و امو چیزی که دیشته همیشه باشه از ما کده هم اردو کاکای ماجیم بابیم ما خودم همیشه تاکریزه بودم، همیشه خنجر آجیخ بودم نه مادر کلان دیگه باشه از ما خیلی زیاد زامت کشیدن اونا اردو کاکای دیگه خب است که در وطن ناز اقتصاد مردم ضعیفه نه کاربار آنچنانی نیه دیگه کم سخته، ولی واقعا چیزی که توان شده همیشه باشه از ما انجام میده. ما که در جاغری رفتم باز یک روز همونجی بله دیوار شده یاردیم قداجه نقل کردی باز بیچاره آجه گریه کرد. خب گفته گمو تشناب رو منگرمی، ما گفتم اره، گفته که خسور تو اونمو تشناب رو جرم کرد که یک سنگ کلان گفته بله شکمش پرید. گفته وضعیتش خیلی خراب بود. ما بردی غزنی که بردی یک شاود غزنی در شفاخانه من باز جواب داد از غزنی گفته اگر باید کابل ببرین. به نظر در مسیر رای کابل به نظر فوت کرده نه خدا رحمت کنه. باز خیلی سخته بخش مادر که اولاد جوان شینه در پیش چشمایش از دنیا بره. خدا داغ اولاد رو ما گم ده هیچ پدر مادر نشان ندیه، داغ جوان رو ده کس نشان ندیه نه. خب زندگی یا مرد گردان کلگی از ما و شما حقه، مگر این که یک جوان وقتی از دنیا مره به نظر از ما بسیار درد داره. باز دل ما اونج خیلی داجای سوخت. هر دفعه که ما خودم طرف ما چی سیل میکردم یعنی خیلی ناراحت میشدم و گفتم کاش که اوتر یک اتفاق نمیفتاد. نه آل سیل کوی خانه سر جای خیام، مگر پدر جایا که در سر از خانه قدر زحمت کشید که در منش قدر اولادای زندگی کنه، ولی او جان خورده به خاطر نمزی خانه از دیست داد نه. اینا لی خواهش از من امزو کسایی که قدر سوال من نامین میه که اینمی موضوع اینمی اینجا بسته شونه نه اینمی اینجا بسته شونه دیگه زیر ویدیوهای فریده کامنت ندیم، چون فریده از کابل بخش از مو زنگ زد ما گفته بکی امی کامنت ها رو شما میگرنین که مردم در آواز ما سوال نکی تو چی رقم کسته لاله جایا آقای جایا همشه تو باید از شما باید از ما توضیح بدین نه جایا خب گفته ما پدرم فوت کرده.
باز ما گفتم خیر فریده جان، خیلی ناراحت بود. گفتم خیر تو دغمش نشو، یه جواب ندی، دغمش نشو. باز ما فکر کنم که اگر نمیتونیم که در یک دیگه خو حس خوب بدیم، قنجقه کلماتی که از دان ما بیرون میشه، اگر نمیتونیم در یک دیگه خو انرژی مثبت بدیم، همدیگر را ناراحت هم نکنیم. چون کلگیز ما به اندازه کافی مشکلات خود داریم، کلگیز ما به اندازه کافی لبریز از مشکلات هستیم. خب اگر نمیتونیم از همدیگر کم کنیم، از مشکلات همدیگر اضافه هم نکنیم. خواهش از ما و شما فقط اینمیه. دیگه از داخل زیاد وقتشم نمیگیره. در قسمت داخل فقط اینی را خواهیم یادآوری کنم زحمت هایی که مادرم از نام از ما کشته واقعا ما فکر کنم جبران نمیشه. ولی به عنوان یک اولاد تا جایی که امکان داره ما همیشه کوشش کردیم و کوشش کنیم که بتونیم زحمت های کنام از ما متحمل شده را جبران کنیم. هر دو کاکاییم، آجیم، بابیم، مامایم از اینا بخشید ما خیلی زیاد تا ما ریزه بوده. واقعا همیشه ما خیلی زیاد تجربه ده که هیچ کدام شه از یاد من نماره و اگر زندگی بود انشالله جبران نی. دیگه فقط ای که مثلا ما خو خیلی سختی های زیاد کشیدیم واقعا در دورانی که ریزه بودی، خاطر از اینکه پدرم نبود واقعا سختی های بسیار زیاد را دیدیم. با او سینی کم گذشتیم ما همیشه هم کار میکردیم هم درس میخواندیم. خیلی در سختی تنیستی دوران لیسه را خلاص کنیم. باز بیرار کلان در کاتب یک دو سال حقوق خوان. او بیرار مخصوص ما دوغلوی او فارمسی خواندک در کابل خوان. البته او فارغ شد شخصی خواندک. باز ما دمی دوران آمادگی امتحان کنکور را گذاشتیم باز رفتیم کابل. دیگه واقعا سخت بود. او ام بیرار کلان کار میکرد و امون معاش از او واقعا کافی نبود بخشی از اینکه آرسی هم بتونی درس بخوانی. باز دمیج ما تصمیم گرفتیم پیش خود خو یک ماه آدم زن کابل منده یک ماه کابل منده و سعی کردم امون معاشی که ام بیرار کلان داشته او واقعا کافی نبود بخشی از اینکه ما 3 نفر اونجا بتونی درس بخوانی. هزینه درس هم خیلی بالا بود زمانا. دیگه وقتی در کابل جمع کردیم ما پیش خود فکر کردم گفتم این رقم صحیح نیست. حداقل ما چی کنم همین مسیر را اعلام کنم که اینا بتونن سریعتر درس بخونن. باز ما تصمیم گرفتم بریم ایران. دیگه که این همین کم کاری که من به اصلاح بوده پالایش این اردو حداقل بتونن قشنگتر درس بخونن. باز ما رفتیم ایران رسیدیم. وقتی اونجا رسیدم خانه مامایم از باز مامایم قصه کرد گفت که فرهنگم درای تعجب کدوم چطور انده بازو کمال اونجا بازو آردم کشیش قصه کرد اون گفت که واقعا خیلی سختی چی میشد. او پانتون شبانه میخواند کاتب نه بازو فیسی دانشگاه مثلا باز همین چیز که شخصی بخوانم مصرفش بالا بود دیگه خودم خونده نه دیگه گفت که واقعا از چیز برو بود. یعنی نمیشد ادامه بدیم هم کار کنم هم درس بخونم. باز مو فرهنگ در ایران شروع در کار او آجیا درس ادامه داد. او از فارمسی فارغ شد. باز فارغ شد مو ایران بودیم. زنگ زدی که اونجا کار ما سعی کو باز گفت که در کلینیک ها مرم بخش کار باز گفت که تو ماهانه باید یک مقدار پیسه هم مور بدی تا کارت میگیری نه باز او رو گفتی خب خیلی بار دیگه ادامه بدیم. مقصد آجی رو ما خوب صحیح چکدیم از لحاظ مالی خوب صحیح حمایت کردیم خیلی فرهنگ که حداقل او در بین رفیقا در بین دوستا مثلا کم نه. باز از فارمسی فارغ شد دور هم گفت اینجا کار خیلی سختی پیدا میشه اگه جایم پیدا میشه مقطعات تجربه پیدا کنی باید حداقل کم معاش بدیم مورد در اینجا باید کار کنی. باز اون گفت خودت برو یک چند وقت کار بده دیگه. او گفت اگه رقم کنیم شما این همه درس خواندم مالم برادر بجای از اینکه پیسه بگیرم پیسه بدیم کار کنم دیگه. باز اون تصمیم گرفت که با ایران باز ایران اومد اگه کان یک هفته مقدار دم خلاص کرد قرار بود اینجا ادامه بده در کار او هم یک چند وقت کار کنه که مثلا باز یگان تصمیم بگیری نه دیگه. دمو مدت ما رو چی گرفت پلیس گرفت ایران پلیس گرفت باز تا پاسگاه بردن خلاصه کم اذیت شدی
امروز که بور شدی دیگه باز تصمیم گرفتم آرسی میشیش دیگه گفتم یا بری افغانستان یا اون که بری پیش. اینجا سخته چون ما اسناد نداشتیم اینجا خیلی سختی ایسا مثلا میگشتی نه. باز آرسین تصمیم گرفتی گفتی ترکیه مثلا پیش بری اگر دگیر آمدی خانه دپورت من افغانستان اگر دگیر آمد پیش من. باز تصمیم گرفتی خدا شکرانه رفتی تیر شده خیلی دست ترکیه مانده. باز به خاطر از این خانه مانه نداشتیم در وطن هم جدا شده خیلی کاکا هزنانه. باز در خانه همسایه‌داری میشیشتی باز ننگیدی اولین کار کردی گفتی والا باید خانه خدا هرات در افغانستان باید بیخری دیگه در جایش کسته دیگه. باز کار کردی اولین کار کردی یک دونه خانه خرید در هرات. باز دو دیگه کار دیگه پیسه که سامو شد باز آجی رفته پیش دیگه. ما تصمیم باز اون موضوع از ما است شد بگی باز ما پای میزو گیر کرد باز ما پای می طرف گیر کرد ایزو آمدم چند وقت خیلی زیاد تلاش کردم. شما دوستا در جریان دیگه ناز هم خیلی زیاد تلاش کرد دیگه. مشکلات های خیلی زیاد رو ما ناز تیر کردیم. ویزه ترکیه رو ما بخی کشیدم نه ویزه ترکیه رو ما بخی ناز بخی کشیدم گرفت روی پاسپورت بود قرار بود بخی روی جمعه بلیط رو حتی گرفتیم بخشی ازی که ناز بیت نباید ترکیه. باز متاسفانه باز مشکلات ها پیش آمده ایران پاسپورت قید شد نشد دیگه قسمت نبود. البته همی یک گپی که کلان های از ما شما میزنم اونجا آبدانه من آبدانیت نبودم اونجا نه. او روزای سیاه زندگی میکرد یادم میاد خیلی ناراحت میشم چون سختی های بسیار زیاد رو ما روزا کشیدم. ناامیدی خیلی زیاد هیچ کس پیشم نبود تک تنها بودم. شب روز گریه هم کردم به خدا از دست روزای بد بود مخصوصا در مرز ترکیه وقتی رفتیم نه. تجربیات بسیار تلخ رو ما در مرز ترکیه دارم و سختی های بسیار زیاد رو کشیدم. متاسفانه نتونستیم رد شدیم نه. ولی بازم خدا را شکر امروز حداقل دیگه که نک صحت مندی داره جان اردی مجوره جان خانواده مجوره شکر از بابت خاطر مجمع مگر او تو روزا رو که ما کشیدیم خدا سر هیچ کس نیره دیگه. با هم مشکلات های خیلی زیاده یعنی ما و ناز خیلی در سختی تنسته دیگه خیلی برسی. باز آخر که خیلی زیاد ناامید شدم دیگه. نازو طرف نتونست بایم ما هم ایران من خب ما قانونی نمیتونم برم پس بایم دیگه. آخر رای حلی نمیرسه انجیزم باید بایم پس. این روز که پس هم ده که ما در پاکستان در یک شرایط بسیار خراب زندگی منی صادقانه بخششم بگم این خیلی شرمنده خانواده های هستیم که ما اکثریت اوقات نمیتونیم خیلی زیاد هم رای از اونا همکاری کنیم. اگر همکاری در یک حد ناچیز هستم اونمو توانایی مو نه ولی از او بیشتر نمیتونیم. کسایی که در پاکستان زندگی مونه اونا با خوبی میتونن درک کنه که در پاکستان کار نیه وضعیت اقتصادی مردم خیلی خرابه. تنها از کسای خوبه که در کشورهای پیش در کشورهای خارجی اونا نفر داره یک حمایتگر مالی داره برای از اونا ماهانه پول راییم نه و کسایی که مثل از ما و جویا هیچ کس نداره البته از لحاظ حمایتگر مالی نه دیگه. این خدا بر سر شاهده که ما خودون خوره در سختی امی پرده خودون خوره در سختی منی دیگه. از طریق امضی ویدیو از فامیل خود و فامیل جویا ما خود قلبا معذرت خواهیم به خاطر از اینکه ما هیچ وقتا نمیتونید در حدی که حداقل اونا در سر از مو حق داره قد از اونا همکاری نمیتونی و امیدوارم که یک روز در یک شرایط بهتر قرار بگیری و بتونی از خیلی لحاظا امرای هر دو فامیل همکاری دقیقا. البته خدای مدت 2 سال که به اسلام و ناز اینجا بودی دیگه باز اتفاقات خوبم افتاد اتفاقات ناخوشایند هم افتاد که تنیستیم اونا رو مدیریت کنیم. مثلا نارسی یکی از کارهای خیلی مهمی بود که مثلا ما اونا تنیستیم مثلا انجام بدی نه. ما اول فکر میکردم که ما هیچ وقتا شاید نتنی بخش محفل بگیری نه مگر خدا را شکر تنیستیم. ما یک روز اردیم در یک جای رفتیم در یک محفل جایا رو گفتم جایا
خیلی دلم درد میاد وقتی فکر کنم تو بر از من عروسی نگرفتی. خب باز جایا گفتگی مشکل نداره، ما این عروسی میگیری هیچ گپ نداره، این محفل خلاص نباید امضای محفل ما 100% بخش از تو عروسی میگیرم. با اینکه دلم خیلی کلان شد ولی تای دلم ناامیدی بود. فکر میکردم که شاید میخوایم ما تسلی بده، شاید میخوایم ما خوشحال کنه. نه مگر امو محفل که خلاص شد جایا امی که رفت سالانه عروسی رو گشت و امی که کارت عروسی از مورد چاپ داد، اونمون ما مطمئن شدم که جایا دیگه بخش از ما محفل میگیره. یعنی نه جایا نیست که ما ارمان عروسی در دلم بم نبان که دو روزا وضعیت مالی اردیم قنجقه جایا خوب نبود ولی بازم خدا را شکر همه چیز روبرا شد و قرضداریایی که پیشم دادم کلگیش حل شد، خلاص شد. نه البته اونا که زحمت‌های شبانه روزی خود از موجایا حل شد، خدا را شکر. نه یعنی ما خیلی خوشحالم که رقم جویا و یک مرد در پشت مسته یک کارهایی که بخشی از من فکر کنم بخی ناممکن میه یک زمان سالم جویا رو بخشی از من انجام میده دیگه. ای که از 0 تا 100 زندگی را کوشش کرده همیشه تا وحده بگیره و بخشی از ما کده از این بابت ما بسیار زیاد خوشحال. باز اینی که این موضوع عروسی را وقتی مثلا یک جایش دین جماعتی ناز خیلی مثلا زیاد جدی نگرفت چون وضعیت مالی از ما در ناز معلوم بود دیگه، چون ما خیلی زیاد هزینه کردیم به خاطر از اینکه ناز بیت نباید ترکیه متاسفانه موفق نشده. باز بلا فاصله ما تصمیم گرفتیم پس باید میگه ناز مثلا از ایران آمد افغانستان، باز ما تصمیم گرفتیم پس باید این واقعا ما خیلی واجب خالی پس آمدم. وضعیت مالی از ما در ناز معلوم بود. باز اینش که آمد ناز همیشه یک رقم خلاص جلوه میداد که میگفت عروسی کس یک هزینه ناقه عروسی نکنی مثلا چرا خود مثلا دیگه و بار کنی از لحاظ مالی. نه ما زیادتر در می فکر بودم یک رقم فکر میکردم چیز ناخوادم مصرف کنه نه مردم نام میده چون نبود یه مثلا جلوه میداد. باز ما مثلا بخش از این مهم نیه دیگه، بخش از این که مهم نیه خیره مهم نیه. باز اونجا دارسی که شیشته دیده و در محفل عروسی آردیم دعوت بودی رفتی اونجا شیشته عروس داماد که سر استیج اما ناز یک رقم خیلی جالب در ما گفته گولا ندانست موسیقی عروسی بگیری. همین هم که گفت ما فهمیدم که منظورش گرفتم دیگه. اگر هم خلاص از پیش جلوه میداده که با خاطر وضعیت مالی باز اونمون روز بخشش گفتم وقتی تو میخوای عروسی بگیری ما اینمی محفل نمیزنش که خلاص نی بخشت ما رو سالن گپ میزم عروسی میگیری هیچ گپ نی. باز همون خواهم شده محفل خلاص شد را سالن گپ زدیم آردیم خیلی با یک نفع خوب چیزی که نیاز بود ما توی انجام دادم. البته یک عروسی بسیار اقتصادی بود. اقتصادی هم گرفتید اتفاقا. کلانترین مصرف از مو سالن شده. نگفتنم نه که دوستای ما خیلی زیاد سهم داشت واقعا در عروسی ما خیلی زیاد زحمت کشید که ما از تک واقعا خیلی زیاد تشکرین. امیدواریم که بیتنم باشه کسایی که عروسی نکرد البته مجرد دیگه بیتنم در عروسی جبران کنم و خوبی و نکیش را دیگه اونایی که متأهل خیلی به یک نحوی دیگه لطوی بچش جبران دیگه عروسی آردیم خنجر ناز عروسی خیلی اقتصادی گرفتی ولی خیلی عروسی چیزی که نیاز بود خوبی جاهایش ما دیدین دیگه البته باز عروسی خیلی با منحوی خوبش گرفتی دیگه خوب شد تیر شد. البته باز منظور می بود که باز امور رسم رواجای مثلا ناقرم و ناز نگدی. آره مثلا چیزایی که نیاز بود انجام دادی، چیزایی که نیاز نبود اونا رو توشی نگشتی. دیگه خیلی عروسی خوب گرفتی که شما وجوه حاصل گرفت دیگه عروسی خلاص شد. بازی خیلی هزینه کار داره وقت آدم مثلا اسپانسر خارجی داشته شه شاید مثلا بخشش ساده باشه نه ولی یک کسی که بخواد این شرایط از جایی که به اسلام ما زندگی نمید نمخش خالصی بگیره خیلی ما فکر کنم چون ما سرخ تیر ده تجربهش داره واقعا ما فکر کنم سخته خیلی کار سخته متا قرضداری را دانگدی اصلا آرامیش اید نداشتیم. فقط دی قسمت یک چیز در ذهن ما دکیر میخوایم اضافه کنم عزیزا. اینی روزای بعد زندگی یک خوبی داره که آدم های چهار طرف آدم مشخص مونه که یا خنجه آدم ممنه که یا مثلا از آدم دور میشه.
این همیشه بخش آدم نوایی عروسی از مو نازم مثلا نگیدی همین ترگی اتفاق افتاده خیلی تجربه کلان بود شخصا بخش خودت روزای بعد زندگی او خوبیش نیه جایا بدیش یا که آدمایی که واقعا قنجقی آدم است رو بخش آدم مشخص مونه نه از یک لحاظ خوب از یک لحاظ بده بدیش یا که دل آدم از خیلی ها میده میشه از خیلی هایی که آدم همیشه سرش حساب منه آدم همیشه از او توقع داره دل آدم از اون نفر میده میشه یک زمان سیلی که یک آدم بیگانه که هیچ وقتا سر دسترخوان تو نشسته ولی یک خیر بسیار کلانش دادم میرسنه دیگه ما فکر کنم تمام سرمایه انسان در زندگی اونمو رفیقای آدمه رفیقای خوب اونمو آشناهای آدمه نه دیگه در دلا بسیار زیاد شد دوستا امیدوارم که این ویدیو را تا پایانش سیل کده شین امون نازنینایی که این ویدیو را تا آخرش سیل کده حتما بخش از ما یک قلبک زرد قنجقه قلبک سرخ بخش جویا بیره یک قلبک زرد از رنگ چادر است یک قلبک سفید هم بخش از ما چطور دو قلبک بخش از ما بیره تا ما خوشحال شیم دیگه و به نهایت خوشحاله که شما قنجق داره شما قنجقه از ما هسته عزیزا یک چیز داخل میخوایم اضافه کنم که فعالیت های از ما و ناز بلاگای از ما و ناز دیگه نواقص خود 100% دیره هیچ کار بدون کم کاستی نیه و هر کار خوب نیاز به یک جای سید نیاز به یک مکان سید و انشالله در جای بهتر یک روز قرار بگیریم و کارهای خوب بتنی باشه شما عزیزا انجام بدیم فعلا شرایط این همی چیز تقاضا منه و همین چیز ما میتونیم بخش شما عزیزا انجام بدیم یعنی بیشتر از این واقعا همو جای چی همو مکان چی همو فرصت چی نیه و انشالله یک روز بتونیم بخش شما یک محتوای خیلی خوب تولید کنی برنامه های خیلی خوب بخش شما عزیزا تولید کنی فعلا شرایط همیشه تقاضا منه نازگو گفتنی اگه داره وقت عزیزا زیاد نگیرید چیزی که بود گفتم دیگه چیز نمونده عزیزا دیگه روزگارشون خوش تا ویدیو و برنامه بعدی شما رو خدا یکتا میسپارم و داخل باز خواهش کنم که همین چینل فریده جان را 100% سابسکرایب کنیم که خوشحال شد دیگه وقتتون خوش خدا